خب بعد از اینکه پارت اول نادرشاه در برابر ناپلئون رو ساختیم، ماشاءالله همه درخواست‌ها این بود که پارت دومش هم بسازیم. چرا که نه؟ تو پارت اول ما دیدیم که نادرشاه با استفاده از قفقاز روسیه موفق شد ناپلئون رو به راحتی از پشت سر محاصره و نابود کنه. اما در این قسمت ناپلئون با لباس مبدل موفق به فرار از محاصره نادرشاه میشه، ولی به محض رسیدن به شهر وان ترکیه یک دستور فوری مبنا بر انعقاد قرارداد صلح حتی با وجود دادن امتیازات سنگین به دشمنان اصلی فرانسه یعنی بریتانیا و روسیه رو میده تا جنگ در بقیه جبهه‌ها به پایان برسه و این بار با 100% قدرت وارد عمل بشه. یعنی اگر در سناریوی قبل با 330,000 نیروی زمینی به ایران حمله کرد، این بار با 800,000 نیروی زمینی و صدها واحد کشتی جنگی جهت حمله آبی خاکی به خلیج فارس به میدان میاد. این در حالی که ارتش 220,000 نفری نادرشاه در جنگ قبل با تمام قوا به جنگ اومده بود و متحمل 50,000 تلفات شد که خسارت سنگینی برای ایران به حساب میاد. علاوه بر این، نادرشاه دیگه نمیتونه از این روش دشمن من دوست منه استفاده کنه، چون ناپلئون دست دوستی به سمت همسایه‌های ایران دراز کرده و اصلی ترین حرکت نادرشاه که محاصره از پشت سر بود رو اینطوری خنثی کرد. این یعنی ایران کاملا تک و تنها در برابر ارتشی که 5 برابر خودش نیرو داره باید مقاومت کنه. تازه اگر روسیه از شمال و بریتانیا از هند به ایران حمله نکنن. نادرشاه که خطر موجودیتی ایران رو جدی دید، حالت مبارزه خودش رو از حالت تهاجمی به حالت دفاع تمام عیار تغییر داد، چون میدونست در یک نبرد رو در رو ایران را تیکه پاره میکنن و شانسی در برابر قوای پیشرفته ناپلئون نداریم. پس از اصلی ترین کارت دفاعی خودش رونمایی کرد، دفاع لانه زنبوری یا دفاع موزاییکی. نادرشاه از فرصت آتش بس موقت نهایت استفاده را کرد و یک شبکه دفاعی گسترده در سرتاسر ایران را ساخت. این شبکه دفاعی به این شکل بود که ارتش ایران به صدها لایه مختلف تقسیم میشد و در هر نقطه از ایران مستقر میشد. لایه اول واحد چابک دفاع بیرون شهری بود که 200 نفر بودند. وظیفه‌شون این بود که به صورت پراکنده درگیری‌های کوچکی بیرون شهری برای ایجاد مزاحمت و کند کردن حرکت دشمن درست کنند. لایه دوم دفاع روستایی بود که 500 تا نیرو داشت. وظیفه‌اش پراکنده سازی سپاه دشمن در روستاها بود. لایه سوم شهرها بودند که دارای 2000 نیرو بودند. اونا در کوچه پس کوچه ها پخش شده بودند و وظیفه معطل کردن دشمن تا سرحد مرگ در شهرها رو داشتند. در نهایت لایه اصلی که مرکز استان بود حدود 10 تا 20,000 نیرو داشت که هسته مرکزی رو تشکیل میدادند که وظیفه‌شون این بود که وقتی ارتش شهری مشغول معطل سازی سپاه دشمن بود به پشت خطوط تدارکاتی دشمن حمله کنند و تدارکات ارتش دشمن را با آتش بکشند. این یعنی ارتش فرانسه برای اشغال یک شهر مجبور بود بگرده و هر کوچه پس کوچه رو پاکسازی کنه تا شهر کامل تحت کنترل در بیاد. علاوه بر این با تهدید مداوم قطع تدارکات همراه بود. این برای ناپلئون که استاد حمله قاطع و فتح سریع بود زهر و مار خالص بود. به علاوه نادرشاه مردم رو از شهرهای مرزی خارج کرده بود و کوچه به کوچه رو تله‌گذاری کرده بود. همچنین چاهای بیرون شهری رو کامل خشک و مزارع رو به آتش کشید. یعنی تا حدی سیاست زمین سوخته رو در ایران اجرا کرد. هدف اصلی مشخص بود: خسته کردن ارتش فرانسه تا سرحد مرگ و زمانی که کم بیارن و عقب نشینی کنن. درباره نبرد دریایی هم ایران چندین کشتی جنگی تو دستش داره که میتونن تا حدی دشمن رو تو دریا معطل کنن، ولی نسبت به نیروی دریایی پیشرفته ناپلئون اصلا قابل مقایسه نیست. البته حتی اگه ایران تو دریا شکست بخوره و نیروهای ناپلئون توی جنوب کشور پیاده سازی بشن، باز هم قراره با دفاع چند لایه‌ای ایران مواجه بشن. فقط مشکل اصلی یک چیز بود: خشم مردم از وضعیت اقتصادی، از فشار کوچهای شهری و سوزاندن مزارع و مالیات‌های سنگین که میتونست قبایل ایران رو خشمگین کنه و باعث ایجاد ناآرامی بشه، چون ناپلئون قطعاً از این فرصت برای شورش داخلی استفاده میکرد. نادرشاه یک ایده درباره مهار کردن این قضیه داشت. قبل از شروع جنگ به صدها سرباز فرانسوی مناطق روستایی نشین نزدیک بیرون مرز ایران پول و رشوه داد تا رفتارهای وحشیانه از خودشون نشون بدن. این میتونست بهترین تبلیغات برای ایجاد یک ذهنیت دشمنی که هیولاست و به فکر نابودی ایران در ذهن مردم بسازه تا
خشم مردم برای مدتی فروکش کنه. به علاوه بهانه‌ای برای ایجاد حکومت نظامی میشد که رؤسای قبایل کاملا تحت نظر قرار می‌گرفتند و عملا راه شورش داخلی کامل بسته میشد. حالا با این شرایطی که گفتیم، ایران تبدیل به یک شبکه دفاعی زنده و گسترده شده که نفوذ و اشغال و نگهداری شهرهاش حتی با بهترین استراتژی ممکن هم کار چالش برانگیزیه. جنگ شروع شد و ناپلئون از چندین جبهه غرب و جنوب همزمان حمله کرد. ارتش فرانسه اولش تو خلیج فارس کشتی‌های ایرانی رو خیلی راحت از پا درآورد، اما وقتی پاشون به لب ساحل جنوب ایران رسید، با شلیک تفنگ‌های سرپر سربازان ایران که پشت کوههای زاگرس جنوب ایران کمین کرده بودند مواجه شد. شهرهای غرب ایران یکی یکی از پا در می اومدن، اما جنگ طبق خواسته های ناپلئون پیش نمی رفت. هیچ شهری امن نبود، هیچ جاده‌ای بدون کمین و مزاحمت نبود. مدام با طلا و کمین و مبارزه شهری دست و پنجه نرم می‌کردند. جنگ تا سرحد مرگ در کوچه پس کوچه های شهر فرسایشی شده بود و آمار تلفات هر دو طرف به طرز وحشتناکی داشت زیاد میشد. پایان این جنگ تمام عیار دو حالت داره. اولین حالت اینه که نادرشاه بعد از مقاومت شدید و طولانی مدت بالاخره ناپلئون رو خسته میکنه و ناپلئون تا اشغال بخشی از مناطق جنوبی غرب ایران خسته و متوقف میشه. خسته شو حاجی. به جونم من خسته شدم، نگاه من نشستم. هرچند این اشغال شهرها ناپایدار بودند، چون امکان داشت سالها بعد به محض شروع جنگ مجدد فرانسه و روسیه نادرشاه از فرصت استفاده کنه و مناطق اشغال ایران رو از چنگ ناپلئون در بیاره. دومی حالت اینه که ناپلئون با روسیه و بریتانیا متحد میشه تا از همه جهات به ایران حمله کنه. به واقع بینانه نگاه کنیم، در چنین شرایطی ایران هیچ شانسی در برابر چنین حمله‌ای نداره و قطعاً به علت کمبود منابع و نیروی کافی شکست میخوره. خب ماجراجویی امروز هم به پایان رسید. طبق معمول لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. راستی تو نظرسنجی‌های کامیونیتی پست حتما شرکت کنین، چون آینده کانال رو مشخص میکنه. دوستتون دارم تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.